الله میگم شکر مرا بکنم، شکر مادر پدرت بکنم. امر الله هست. انشکر لی ولی والدیک. چطور مسلمانی هستی که شکر الله را میکنی و شکر مادر پدر را نمیکنی؟ نصف امر الله را قبول داری، نصف امر دیگه الله را شکستاندی. از جوانایی که دیندار بیدین هستند، بیدین هایی که به نظر خود دیندار هستند اما صراحتاً به ضد نصوص قرآن عمل میکنن. امروز خطبه درباره این تو جوانایی هستند که باید بر از اونا گفته شود که اگر تو احساس میکنی که دیندار هستی، تو بیدین هستی و تو از چندین آیت قرآن منکر هستی و به چندین آیت قرآن عمل نکردی. الله اول میگه برای تو جوانی که بیدین هستی خدا دیندار میگیری، الله میگه که یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه، شما در اسلام کاملا داخل شوین، مکمل داخل شوین. افتؤمنون ببعض الکتاب، با بعضی از کتاب که نماز است به ایمان داری؟ خوب روزه میگیری به ایمان داری؟ وقتی که الله برات میگه در مقابل مادر و پدرت آیات قرآن آمده، به او چی عمل کردی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك. الله میگه کسی که این کارم میکنه که او آیاتی که آسان است، ساده هست، مطابق مزاجش است به او عمل میکنه و آنچه که الله در دیگه مسائل برش میگه باز مطابق مزاجش نیست، باز اینجا دین الله را فراموش میکنه. فما جزاء من یفعل ذلك، پس جزای این جوانایی که امر الله را در قسمت والدین خود تطبیق نمیکنن، مثل اونمو یهودیایی هستن که نصف کتاب قبول داشتن و نصفش قبول نداشتن. بدا به حال او جوانه که پدرش بیه و شکایت از پیش از او بکنه که بچه من گریان مرا سر داد، در مقابل من بیادبی میکنه، قلب مرا در داد. الله قلب از این جوان در روز قیامت در میته در مقابل قلب پدرش. الله با اینمی نمازهایی که خوانده سر از اینمی انسان لعنت خدا نازل میکنه که تو چندین آیت قرآن خزی فی الحیات الدنیا، هم در دنیا ذلیل میسازش و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، الله عذاب بسیار کامل برشان نصیب میکنه. کسایی که دین مطابق مزاج خود تفسیر میکنن یا مطابق مزاج خود به دین عمل میکنن. شما ببینین الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. ببینین بعد از اینکه عبادت خود میگه که عبادت مرا بکنین و به من شریک نسازین، بعد از این دومی امر که میکنه الله چی میگه؟ و بالوالدین احسانا. وقتی که عبادت الله را کردی و شرک بر الله نآوردی، و بالوالدین احسانا، به مادر و پدرت نیکوکار باش. نیکوکاری چی است؟ لفظ تو باید لفظ نیک باشه. بر رئیس چطور چاپلوسی میکنی؟ با کسی که سر تو قدرت داره چطور مرا چاپلوسی میکنی؟ چطور برای کسی که زیر دستش هستیم الفاظ خوب استعمال میکنی؟ اما در مقابل مادر و پدرت امر الله را مشکنانی که میگه و بالوالدین احسانا. از ترس مخلوق زبانت شیرین میسازی، اما از ترس خالق زبانت با مادر و پدرت شیرین ساخته نمیتونی. امی از مسلمانی، امی از دینداری، امی از پیروی از قرآن و سنت. ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. الله میگه که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا. برای مادر و پدرت احسان بکن. احسان چی میشه؟ احسان باید از جیب خود دماشت باید برای مادر و پدرت سهمیه داشته باشی، او وقت احسان میگی. در زبانت باید به مادر و پدرت الفاظ شیرین استعمال کنی، او وقت تو محسن هستی. اعمالت باید، حرکات در مقابل پدر و مادرت منظم باشه. احسان است.
آیت دیگه میگه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. شرک نبیار، در مقابل با مادر و پدرت احسان بکن. سوره انعام آیت 151 است و آیت دیگهش سوره نساء آیت 36. این آیات قرآن امر میکنه برای انسان. به خاطر یک آیت قرآن 5 وقت وضو میکنی، 5 وقت نماز میخونی، اقیم الصلاة. این آیت قرآن چی میگه؟ و وصینا الانسان بوالدیه. الله میگه که ما وصیت کردیم. وصیت الله برای انسان است که با والدین چی کن؟ احسان بکن. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک. الله میگه هم شکر من بکن، شکر مادر پدرت بکن. امر الله هست. ان اشکر لی ولوالدیک. چطور مسلمانی هستی که شکر الله را میکنی و شکر مادر پدر را نمیکنی؟ نصف امر الله را قبول داری، نصف امر دیگه الله را شکستان دی. و باز خوشحال هستی که من بسیار خوب مسلمان هستم. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میگه که قال سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردم که ای العمل احب الی الله، کدام عمل الله بسیار دوست داره؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الصلاة فی وقتها، که نماز در وقتش بخوانی. ثم ای، من سوال کردم بعد از دیگه کدام؟ قال بر الوالدین. چیزی که الله زیاد دوست داره بعد از نماز بر والدین است، نیکی با پدر و مادر هست. دوستی اول الله را عمل میکنی، دوستی دوم الله را فراموش کردی و خود دیندار میگیری. قال ثم ای، باز گفتمش که بعد از این کدام است؟ قال الجهاد فی سبیل الله. چیزی که الله زیاد دوست داره جهاد است فی سبیل الله. رواه البخاری و مسلم. در آیت دیگه قرآن الله چی میگه؟ وقضا ربک، وقضا و فیصله نموده است، ربک پروردگار تو، الله تعبدو الا ایاه، شما عبادت نکنین بغیر از الله، و بالوالدین احسان. اینجا اطاعت از والدین، الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا. بعد از عبادت خود الله مستقیما اطاعت، احترام و احسان به والدین میگه. و باز میگه که اما یبلغن عندك الكبر احدهما، اگر در وقتی که تو جوان شدی و یکی از اونا او کلاهما یا هر دویشان زنده بودن و پیر شدن و ضعیف شدن، الله میگه فلا تقل لهما اف. کلمه اف بر مادر پدرت استعمال نکن. اف چی است؟ کلمه بسیار ساده هست، کلمه بسیار نرم است، اما الله میگه اینمی کلمه اف که است، در اینمی غضب الله بالای تو نازل میشه.